بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، همین چند روز پیش بود که در اخبار الجزیره خواندم که در آنجا گفته شده بود که دونالد ترامپ رئیس انتخاب شده امریکا اهل غزه و مجاهدین فلسطین را تهدید میکند که شما اگر آن اسیران یهودی را آزاد نکنید، یعنی عقب نشینی نکنید، از شرط های خود پایان نروید، زمین شما را به جهنم تبدیل خواهیم داد. یعنی زمین شما به یک جهنمی بزرگ تبدیل خواهد شد. راستی پروردگار ببخشد، بعد از خواندن همین خبر که بنده زیاد خبرهای الجزیره را از اینکه یعنی از بافته و از تملق کاری ها بیرون است گوش میکنم و از آن یعنی از طریق از خبرها بخبر میشوم. بعد از خواندن همین خبر یک کم حس ناامیدی در من بود و خود از خود گفتم خدایا چقدر صبور هستی، با آن همه قدرتی که تو داری، با یک کلمه تو، با کمترین از لشکران تو کل دنیا نابود می شود، ولی به این فرعون ها، به این متکبران، به این نفرانی که خلق تو را، زمین مقدس خلق تو را تهدید به دوزخ و تهدید به نابودی میکنند، باز هم مهلت میدهی. پروردگارا چقدر صبر تو بالاست. و بعد از کمی نگذشت، سبحان الله، یک مدتی کمی نگذشت که پس از همین تهدید ترامپ، همون الله که میگوید ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون، اصلا و اصلا شما گمان نکنید که پروردگار غافل است، پروردگار خبر ندارد از آن کاری که ظالمان میکنند. بالای امریکا این همه بلا آمد. شاید برابر خواندن همان خبر جزیره که فلسطین را به جهنم تهدید میکند یا گفتیم وعده میکند، یک من و هزارها مسلمان چون من با یک ناامیدی یا گفتیم با یک 101 ندامتی که وای چی میشده باشد، همین گونه با خود و با پروردگارشان صحبت کرده باشند. ولی کمی نگذشت که پروردگار این بلای بزرگ را که امروز دیده ایستادید و آنهایی که خبر ندارید حتما از یوتیوب یا از دیگر اخبارها ببینید که پروردگار با کمترین لشکری خود، با کمترین مخلوقات خود، با آتش پاره و باد بزرگترین شهر امریکا از جهت ثروتمندان یا دومین بزرگترین شهر امریکا از جهت مساحت و مردم و شهری که حتی مردم میگفتن شهر فرشته ها از اینکه خیلی زیبا بود و در کنار اقیانوس آرام هم هست و هوایش همیشه گرم است، یعنی اصلا زمستان در آنجا نیست و تقریبا در امریکا از جهت اینکه ثروتمندان در آن شهر جایگیر شده باشند نظیر ندارد. این فخر امریکا را، این هالیوود را که حتی هالیوود هم دارد میسوزد، پروردگار چگونه با کمترین آتش پاره‌اش گویا بمب باران کرد. و خودی رئیس حاضره امریکا هم میگوید لس آنجلس یا این شهر بزرگ ما گویا که در میدان جنگ باشد و اگر از بالا و از پهلو نگاه کنید با تمام دنیا شاید با بمب های خود به آنجا حمله کنند هم این گونه دهشت آور و وحشت آور نخواهد بود. و این قدرت پروردگار است که وقتی که این همه ظلم و فساد و تکبری در یک دولت بشود و همه میدانید که تقریبا تمام فیلم ها، تمام آن فیلم هایی که امریکا روز از روز، ماه با ماه، سال با سال دارد فیلم هایش هم به فحش و به فاحشگی و به 1001 بیناموسی دعوت میکند، پایتخت یا گفتیم قلب سینمای امریکا هم به دود آتش رفت که دارد همه جا میسوزد و خطا نکنم از شهر لس آنجلس هم دارد دیگر به دیگر شهرها یا به دیگر ولایت ها از طریقه شمال آتش دارد انتقال می شود یا می کشد. و سبحان الله ببینید که عزیزان همه اتفاقا در دنیا همه دولت ها اتفاق هستند که امریکا قوی ترین دولت است. از امریکا بالاتر یگان دولت قوی در دنیا وجود ندارد و با این همه
قوی بودن و در تمام دنیا، در نزد تمام دولت‌های دنیا من بالای سر تو هم گفتن، خود امریکا امروز دارد اعتراف میکند که ما در برابر این آتش که آنها میگن آفت طبیعی و ما میگویم بلای الله، میگوین ما دیگر مغلوب هستیم، ما دیگر کنترل کردن نمیتوانیم و خیلی بادتون میوزد و آتش را از این سو به آن سو میبرد و ما دیگر برابر این آتش عقب نشینی میکنیم یا گفتیم باختیم، ما باختیم در برابر این آتش. و ببینید که پروردگار بزرگترین دولت از جهت قوت، هم اقتصادی گویم هم از جهت لشکر در جهان را با کوچکترین لشکران خود این همه بیچاره و ذلیل خوار کرد که در این درسی هست برای من و شما، درسی هست که ای مؤمن، ای مسلمان، وقتی که ظلم فرعون و امثال فرعون، ترامپ و هم امثالان او را میبینی، اصلا ناامید نباش. تو خدای داری که با کمترین، شاید کرونا ویروس از خاطر بعضی ها برآمده باشد، دیده بودیم که با یک لشکری که هیچ کس دیده نمیتوانند این همه دنیا را چگونه پروردگار خاموش ساخت و داخل خانه هایشان کرد. و مؤمنان باید از این بلا و آفت هایی که سر ظالمان و سر دشمنان اسلام می آیند به خود درس بگیریم. باید ببالیم با آن پروردگاری که این گونه خالق داریم که صبور است، مهلت می دهد، اما بعداً یک بلای به سر آنها می فرستد یا از جای برای دشمنانش کمین آماده می کند که در برابر وی بیچاره می شوند و حتی اعلان میکنند که ما برابر این با گفتی آنها آفت طبیعی دیگر هیچ قدرتی نداریم. عیناً همین گونه قصه را الله در قرآن به ما حکایت میکند وقتی درباره صاحبان باغ که در سوره قلم آمدگی هست، خیلی از باغ خود میفخرند و میگویند به کسی چیزی نمیدهیم. الله میگوید اولا فاصبحت کالصریم، ما آن باغ را مثل شب سیاه کردیم، با یک وزیدن شمال و با یک آمدن آتش مثل شب سیاه همه برگ هایش به تاریکی تبدیل شد. در دوامش میگوید کذالک العذاب ولعذاب الاخرة اکبر لو کانوا یعلمون، انا همین گونه من عذاب میفرستم برای ظالمان، برای متکبران، اما از این هم عذابی شدیدتر در آخرت آنها را انتظار است. پس این عذابی که الان دارد بالای امریکا می آید و بالای آن تکبر حکومتداری آنها می آید کم است، عذابی سختتر در قیامت آنها را انتظار است. اما از اینکه در آنجا خواهر و برادران مسلمان هستند، البته دعا میکنیم که پروردگار سالم و به یگان مصیبت و در عافیت آنها را نجات دهد، ولی اللهم زد و بارک بالای ظالمانت آن عذابی که تو خود لایق میدانی هر چی باشد زیادتر بکن تا اینکه این تکبری و این ظلم هایی که بالای مسلمان ها امروز ما میبینیم پایان یابد. اگر پایان نیابد هم حداقل شفای باشد برای قلب های مؤمنان. پروردگار شما را نگهبان باشد و الها این سوزشی که امروز در امریکا هست برای من و شما درس باشد، درس برای ناامید نشدن، درس برای یقین کردن قوت و عدالت الله که پروردگار با عدالتش چگونه ظالمان را در این دنیا و در آخرت جزا می دهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.